یکی از ضعف‌های پژو 206 همین طبقاشه. حالا ضعفش چیه؟ ضعفش اینه که طبق یه سر است و یه قطعه گرونیه به نسبت. حالا بعضی از افراد واقعا میشه اسمشون گذاشت سودجو، میان از این گرونی سوء استفاده میکنن. چیکار میکنن؟ این الان یه طبق خلاصه. خب طرف میاد اینجا پرس پشتشو وا میکنه و اجزای داخلی اینو عوض میکنه، با یه پرس دستی پرسش میکنه و میبنده. ولی نکته اینه، طبق تجربه‌ای که من دارم حالا سالیان سال، اینه که این طبقا بیشتر از 2-3 ماه براتون کار نمیکنه. یعنی شما علاوه بر اینکه اجرت تعمیر رو دادید، علاوه بر اون یه پول قطعه دیگه هم باید پرداخت کنید. حالا تنها نکته‌ای که برای این طبقا میخوام بگم خدمتتون که بدونید، این بوشاشه. اگه این بوشاش آسیب دید، این بوشاشو بتونین عوض کنید. یا بوشاشو عوض میکنین، اوکی میشه. در قسمت سیبک اگر به این حالت خلاص نشده، ببینید هم از قسمت بالا و پایین جابجا میشه، هم چپ و راست کاملا خلاص. اگه به این حالت نرسیده، رفت و برگشت داره ولی یه مقدار مقاومت تو خودش ایجاد میکنه، شما تنها کاری که میتونید بکنید، اگه نمیخواید زیاد هزینه کنید، یه مقدار این قسمت پشتیشو پرس میکنید و این به صورت نرم کار میکنه و حدودا 1 سال 1.5 سال به شما کار میده، نه 3-4 ماه. هیچ وقت از طبقهای تعمیری استفاده نکنید. شما همیشه سعی کنید که قیمت یه طبق نو، یه برند معتبر رو داشته باشید. اگه دیدید طبقی رو دارن به شما میفروشن که یه افت قیمت خیلی زیادی داره، مثلا این الان یه برند معروف مثل امیرنیا نزدیک 200-300-400 قیمتشه به تاریخ الان، ولی اگه یه موقع دیدید طرف داره 1.200 بهتون این قطعه رو میده و قیافش کاملا نوعه، مطمئن باشید اینا تعمیر شده و اصلا کارایی نداره، فقط پولتون حروم میشه. تموم.